بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم اکای حاجی میرزا. من یک نفر زن همچون خواهر شما از کلخاز خواجه سرتیز قشلاق غیلات می باشم. من سخنهای نو به نوی شما را بسیار گوش میکنم و از شما خیلی منتظر هستم. سخنهای خوب میگوید در نزد مردم. من به شما سوالی دارم. من صاحب شوهر 2.5 سال شد زندگیم، مادر 2 فرزند شدم، فرزندانم از دنیا رفتند. شوهر من که فلانی اینجا نامش گرفته از شهر نیست که من نام وی خوانم، در نمازهای جمعه شما اشتراک میکند. من او را حرمتش میکردم، بسیار دوستش میداشتم، وی همه را دوست میداشت. با سبب وفات کردن فرزندان من خوش دامنم به من چخ شدن و با شوهرم مجبور کرد که طلاقش را دهید. شوهرم با گپ مادرش رضا نبود، اما مرا مجبوراً در راه طلاق داد. خب شاهد نبود، در پیش ما هیچ کس نبود، ما تنها بودیم. من 25 ساله هستم و شوهرم 30 ساله. من 5 وقت نماز عبادت خدا را میکنم، شبها نماز تهجد میخوانم، همراه شوهرم با جماعت میخواندیم. محترم برادرم حاجی میرزا، من تنها نکاح مسلمانی دارم. همین طلاق شوهرم در نزد خداوند قبول هست یا نه؟ جواب مکتوب مرا بخوانید و جوابش را فرستانید. و با احترام خواهر شما. راستی بار برادر عزیز و گرامی، وقتی که اگر شما زن دریافت کنید که نماز تهجد خوان باشد، 5 وقت نماز خواند، خب گویم قرآن خوان باشد، شما تصور کنید که شما آدم خدا دادید. شما هم تصور کنید، زیرا پیامبر گرامی من سعادت ابن آدم، ببینید از خوشبختی فرزند آدم، از خدادادی فرزند آدم این که او صاحب المرأة صالحه، اگر زنی خوب باشد. پیامبر میگه سعادتی توست، خدادادی توست و قدر و بزرگی تو را نشان میدهد که خدا برای تو زن نصیب کرده است که 5 وقت نماز میخواند، با این قناعت نمیکند، شب میخیزد ساعت 2-3 شب تهجد میخواند. باور کنین امروز شاید من غلطم نکنم 90% زنهای ما تهجد خوان نیستند. 90%. اگر 5 وقت نمازشون هم خوانند خدا خیرشون دهد. این جای تنقید و جای ملامت ایشان نیست، ولی 90%ش شاید که نماز تهجد خوانه باشد. این یک خدادادی است دادرای عزیز. زنی که اگر در دل او باز مهری نماز تهجد باشد، این گونه زنها را انسان باید که هیچ وقت دور نکند. این بسیار زمینی خوب است. زن ضمیر زمین است. وقتی که زنی که اینقدر عفت داشته باشد، اینقدر خدا دوستدار و خدا پرست باشد، از این بسیار فرزندای خوب خداوند به دنیا میارد. این گونه زنها را باید که مورد طلاق و مورد پیش کردن هیچ کس باید قرار ندهد برادر عزیز. برای همین آن طلاقی که بین شما شده است خواهر عزیز، این طلاق راه دارد. هم که گفته باشد طلاق کردم، این راه دارد. روین شما اگر باز صراحتا بیان میکردین که چگونه طلاق بود، اگر طلاق هایی که حتی به طلاق کردم باشد عدد نبرده باشد، شما میتوانید که با زندگیتان برقرار و دوام دادن گیرید. برای همین به این طلاق کردگی احتیاطاً شما باز نکاح کنین، اثر نو و باز زندگیتان دوام دادن گیرین. انشاءالله زندگیتان درست است و حلال است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم حاجی محترم، استاد عزیز حاجی میرزا. ما از نیروگاه برقی آبی راغون از شما خواهش میکنیم که با سوال ما جواب گردانید. ما نماز میخوانیم، اما ملا امام ما ناس میکشد، به طهارت نماز رو میخواند
ما از قفای این خیل ملا امام نماز خوانیم یا نخوانیم؟ نخوانیم دادر عزیز. اگر ملا امام تو نماز سیگارت کش و نازکش باشد، شما از پس وی نماز نخوانین اگر تقوا داشته باشین، زیرا که وی یکی از بنده های گناهگار در پیش خدا هست. هر یک انسانی که در جان خودش که پروردگار در قرآن بیان میکند که من برای شما مهربانم، شما هیچ وقت بر ضرر جان خودتان کاری را انجام ندهید، تاکیدهامان میکند. پیامبرمان در چندین حدیث های مبارک این گونه انسان ها را در حدیث مبارک من حسن حتی کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود، برای در پیش خدا از جمله شرمنده ها بودن، از جمله اهل خجالت بودن، از جمله گناهکارها بودن، برای تو بس است که یک سامانی را تو در راه نادرست صرف کنی. پیامبر میگه یک سامانی، آیا ناز خریدن و سیگارت کشیدن، آیا این پول در راه نادرست نمی رود؟ برای نادرست صرف کردن تو در پیشگاه خداوند عالی گناهکاری. کجا عالی جای کشیدنش؟ حتی خریده برای کسی هدیتی، حتی خریده برای کسی روان کنی، تو در همین گناه هم شریکی. برای من از پس این گناه امام هایی که حتی ناس کشن و طهارت نکنن، باز از پسشون شما نماز نخوانید اگر تقوا داشته باشید. شاید که همون نخواندن شما پس همون یکی خدا ای شرم شما شده بس میکنه نماز همون ناس کشی را که قوم ما از پشتون بس کرده ایستاده است. اگه به خاطر خدا بس نکرد، شاید به خاطر شما بس کند. صوفی علیار در کتاب مسلک میگوید که اگر در جیب کدامت اگر ناس یا سیگارت باشد نماز ثواب ندارد، ولی کشیدنش یک طرف همراهت باشد نماز ثواب ندارد. برادر عزیز، با فایده جان خود مانید. و شعار اسلام حدیث پیامبر گرامی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مسلمان کسی هست که پیامبر میگه که آدم ایماندار کسی هست که با کسی ضرر نمیرساند. یکم. دوم، چیزی که بر ضرر جان او باشد او را ترک میکند. این را میگن آدم مسلمان ایماندار. اوخی هم در اقتصادت، هم در اقتصاد، هم در پول، هم در درآمد ضرر دارد، هم در بدن ضرر دارد. بین دو طرف ضرر میرساند. ضرر دیگرش همین است که در خاندانت بچت نبرات همه ناسکش و سیگارت کش میشوند. بچه ها را پول میتین رو برای من ناز بخر، بچه ها را پول میتین رو برای من سیگارت بخر. اختو را در کجا دلالت داری؟ یا در پیش فرزند ناز میکشی؟ بسیاری از شراب نوش ها را من میدانم که بچه هاشون شراب نوشن به خاطر اون که پدرهاشون همین کارا که عادت کردن. فرزند فکر میکند این پدر من خیلی با عقل است، در تربیه خانه هم زلال دارد. برای این برادرای عزیز و گرامی به کسی سخت نرسد. نازکش بسیار بی‌تمیز می شود، بعد بسیار بی‌تمیز می شود. ولی بینین همون ناز کیفیتش با در حاجت خانه در بیرون نیست. اینا میکشد، ناز هم میکشد، بعد در حاجت خانه میدراید، میشینه به حضور. خداشون میگن که کیفیتش با در داخل حاجت خانه میگن. برای این برادرای عزیز از این چیز دور باشین. نه از پیامبر من مانده است، نه از اصحاب پیامبر مانده است. این از دورای چنگیز است. بسیار دور باشین. اگر ملایمان در این کار باشد دادر عزیز، هیچ وقت شما از پسش نماز نخوانید. خب، السلام علیکم داملا حاجی مرزا، با شما سوالی دارم. از شهرهای روسیه از نام شهرت و بابا جان و دیگر مسلمان های تاجیک از ریان یاوان، ما نسبت به شما بسیار مهر و محبت داریم و شما را یکی از پیشوایان راه حقیقت میدانیم. در حق ما دعا کنید. خداوند همه آن مردمی که از مردم مسلمان بیرون از خاندانهاشان در شهرهای دوردست
برای پیدا کردن نفقه خانواده سعی دارند، کوشش دارند. خدایا رزقشان فراخ و با صحت و سلامت به خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. ولی برادرایی که در روسیه کار میکنین یا روسیه میرین، گشته میآیین، من همچی یک برادر شما، همچی یک خیرخواه شما برای شما اینقدر گفتنی هم که برادر عزیز و گرامی، اگر مبادای خداوند جان شما را در همون سفر گیرد، شما حکم شهید دارین. همچنانی که شهید در راه خدا شما جان به حق تسلیم کردین، به شرطی که اگر شما در همون دولت ها رفته و همون ایمانداری که در همینجا داشتین، همون خداپرستی که در همینجا داشتین، شما همین را در همونجا دوام تین. یکی رفته شما همون زنهای گویم که با قول روسا همون پرستیتوتکه هایی که در کوچه ها هستند، همون فاحشه هایی که در کوچه ها هستند، بعضی هاتون به خاطر که صاحب خانه شوین، بعضی هاتون به خاطر که تسکین شهوت شود، بعضی ها گویم که نمیدانم شاید که وسواس های شیطانی شما در بیشتر غلبه میکند، درو دستی به زنا میزنید، درو همونجا شما ارکگالک میشوین. بسیاری از جوانای تاجیک میگن، بسیاری تاجیکا را میدانیم که در قطار همون روزهایی که در کوچه ها خواب میکنن، در کوچه ها می نشینند، فرزندای تاجیک هم برابر اونا هستند. برادرای عزیز و گرامی، کوشش کنید که شما برای نفقه می روید، خداوند برای شما رزق ان شاء الله می رساند اگر شما تازه باشین. حتی ببینید همون مردم روس خودش از همین شراب نوشا بیزار شدگیان، برای اونا این خیل کارگر شراب نوش هم در کار نیست. حتی بچه‌ای که نماز میخواند، بچه‌ای که حرام در نمیرود، همون مردم روس باید دوست بداره، با همون خیل کارگر برای خودشون باور میکنن. بچه‌ای را میدونم به خدا میگفتن که حتی کلید همون جای پولهاش در من باور کرده است، در دست من دادگی است. به خاطر که من 5 وقت نماز میخوانم، به خاطر که من خیانت ندارم، در من که نه اولاد نه اجدادش هستم، در من باوری حاصل کرده است. ببینید این باوری را در دل کی در آورد؟ انمون خدایی که تو باید عبادت میکنی و ایلا کی تو را باور میکند؟ 10 تین یک سومی روسی در دست نمیتی است. همه این به خاطر پاکی شما، به خاطر تازه گشتن شما. برای این دادرای عزیز در اونجا صبر کنید، شما صبر کنید. منم میدانم ما هم انسانیم، اینها را همش احساس میکنیم. با چشم رسیدن اون زنهای عریانی که در اون دولت ها هستند، اون دیسک کلوب هایی که زنها مثال عریان در اونجا گویم که رقص و بازی میکنن، در کوچه ها با مبلغ های معینی که نرخ نامی کردگیان، ولی شما که اونجا قطعی گذر کردین، چشم شما که رسید، وسواس شیطان شما را بیشتر به سوی خودش جلب میکند. ولی کوشش کنید این سخنها را در گوشتان گیرین و اراده مستحکم قطعی همون حکم شهیدی که خداوند برای مسافری که فقط در راه درست کار میکند، حلال کار میکند، همین را از بیخکای گوشان دور نکنین. اینجا پدر و مادراتان انتظاره، اینجا در محلداری ها از شما انتظاره، اینجا فرزندکاتان از شما انتظاری دارد. شما رفته در اونجا این مشغولیت ها را کشوین، بعد خدا زده میشوین، بعد دیگه الله که خداوند شما در نظر رحمت ندارد. دیگه آن چیزی که دریاب میکنین، دیگه او پولم در دستان باقی نمیمانه. ولی من نو 4-5 روز پیش در دوشنبه مجلس بود، حضور داشتم، 1740 دختری تاجیک ما کسل پیچیدگیان، 1740 نفر. ولی بسیارش از همون جمعه آوردن این کسل ها را از مهاجرت. برای من دادرای عزیز، هر کدامت که رفتین راهتون سفید، خداوند شما را نگه دارد و کوشش کنین که به حرام ها نروین، پشیمان میشین به خدا قسم. السلام علیکم اکیدام الله. چند سوال دارم، خواهش میکنم جواب گردانید. آیا در اسلام حج اکبر هست یا نیست؟ در اسلام حج اکبر نیست. بسیاری از حاجی های ما اعلان میکنن، خبر میتن این سال حج اکبر بود. نه دادرای عزیز، حج اکبر گفتگی نیست. اون آیتی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
و اذان من الله و الرسول الی الناس یوم الحج الاکبر. این در سوره توبه آیت 3. خدا اینجا حج الاکبری که خبر داده است. من کتاب‌های فتوا را نگاه کردم. در کتاب‌های فتوا از حضرت عبدالله ابن عباس، از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، از حضرت عبدالله ابن زبیر، از حضرت عبدالله ابن عمرو روایت است که همین حج اکبری که خدا در سوره توبه گفته است این چی است؟ این همون روز عرفه است. چگونه که پیامبر گفتند الحج العرفه، حج همون روز عرفه است. همون روز عرفه را حج اکبر میگویند. این سخن حضرت عبدالله ابن عباس و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است. و باز دیگر روایت هایی که در کتاب آمده است حج عمره را حج اصغر میگویند، حج فرضی را حج اکبر میگویند. یعنی مراد همین که هر سال حج اکبر است. هر سال همین حاجیایی که میروند همین حج اکبر است. یعنی به خاطر که فرض بودنش این را حج اکبر میگویند. عمره را حج خرد میگویند به خاطر که اون عرفات ندارد، به خاطر که اون مزدلفه ندارد. از اون رکنهای فرضی که در حج فرضی است در حج عمره نیست. به خاطر این را حج خرد میگن، این حج اکبر یعنی حج کلان میگویند. بعضی عوام الناس، بعضی آدمایی که گویم شاید که سطح دانششون پستر، همون حجی که پیامبر اولین بار که ادا کرده بود همون روز عرفه در روز جمعه آمده بود، پس همین را اخلاص کردن و گفتن همین حج اکبر است. ولی این نادرست است. اگر در روز جمعه هم عرفه آید او را ما حج اکبر گفتن نمیتونیم. حضرت امام مالک صاحب مذهبش میگوید که روز نهر یعنی روز قربانی این از حج اکبر. حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اینها میگویند که روز عرفه روز حج اکبر است. و حتی همین روز قربانی کردن هم تفسیر ابن کثیر میگوید که همین روز حج اکبر است. یعنی همچنان گفتگوزارهای زیادی در کتاب آمده است. به این خاطر ماها این خیل تصور نکنیم که در 30 و چند سال یک بار این حج میاد گفته این حج اکبر است. نه، این عقیده غلط است. خب دوم، پنجشنبهگی را خوردن درست است یا نادرست؟ نادرست است دادر عزیز، نخورین. ما چند بار این مسئله را گفته بودیم. یکی از مسئله که من زیاد در اطراف این گفتم این مسئله پنجشنبهگی خوری است. نخورین دادر عزیز. حالا ببینید من در کتاب نگاه کردم در قسم دوم صفحه 107 محمود الفتاوا، خدا خیرشان دهد، از دارالعلوم زاهدانند، مفتی خدای نظر در کتابش آورده است که کسی که اگر پنجشنبهگی میکند و مردم رفته همون پنجشنبهگی را میخورد وای حلال نخورده است، وای حرام خورده است. برادر عزیز و گرامی، این را مکروه تحریمی میگوید، صاحب کتاب میگوید. مفتی خدای نظر در قسم دوم محمود الفتاوا در صفحه 107 دلیل ها و حجت های خیلی زیاد به خدا دو پشت ورق پر از نامه های کتاب ها آوردن که همین جایز نیست، درست نیست. حاضر مخفی خورده ایستن مردم. این نفس برادر عزیز، اگر پنجشنبه یک طرف، حالا ببینید برای چی پیامبر دو روزگو روزه گیرین؟ یکی روز دوشنبه را روزه گیرین، یکی روز پنجشنبه را روزه گیرین. یکی از سنت های پیامبر همین که دوشنبه و پنجشنبه روزه دار باشین. اگر پنجشنبه گیری که درست میشد پیامبر میگفت دوشنبه و چهارشنبه را گیرین، پنجشنبه روین، پنجشنبه کی تو نخورین. آخه یک حجت خودش همین است که پنجشنبه را پیامبر روزه گفتن. برای این حیرت دم میمانی برادر عزیز و گرامی. ولی بعضی هاشون میگن که برای آن که نفهمنشان که پنجشنبه خوری میروند ای مسجد میبرن، میگه اول روز خونهشون میروند، بعد که تین شید همت آرام
استاک بعد خانه مرده‌دار میروند. بیچاره مر ای گوش نگیره. برای شکم ببین، این هیله را برای شکم ببینید. اگر باور کنین یک پنجشنبه نه، در یک هفته 3 روز، دوشنبه، پنجشنبه، شنبه، 3 روز اگر خوردنی میشد، نفس از شما راضی نمیشود. باز میگوید که کاش که 4م روز میشد، کاش که کلی هفته میشد. این سیر نمیکنه برادر عزیز این نفس انسان. برای همین جایز نیست نکنین دادرای عزیز، برادر مهربان، نکنین. اگر به خاطر ثواب کنین شما گناهکار میشین. باز قید میکنید از حساب همین گفتن در پیش بعض اهل علم هم بسیار شده. بسیار این مسافدایی که کم و بیش با دعامون میدادن از حساب همین مسئله دیگر رومون هم نگاه نمیکنن. ولی به خاطر آنکه قسم به نام خدا، به خاطر خدا گپ میزنم. ولی باز میگم در کورپچه ملای من میشینم، گوشت کلان در پیش من های، پول میته در پنجشنبگی در کار شود. ولی ما گذشتیم، از همه ما گذشتیم. لازم نیست، در کار نیست. بگذار اون چه که شریعت معین و مقرر کرده است همو دا پیرو شویم. به خاطر خدا کنی گناهکاری درست نیست برادر عزیز و گرامی. وهبه زحیلی در کتابش میگه از فرهنگ جاهلیت است، از دورهای پیش از اسلامی در اسلام ما گذشته است. دیگر فراموش نکنید که قانون جمهوری هم با امضای رهبری دولت که در همین مسئله ها گفتگو شده است، حدیث پیامبر است که و من یطیع الامیر فقط اطاعنی. پیامبر گفت کسی که پادشاه را اطاعت میکند معنای او را دارد که اطاعت رسول الله است. اطاعت رهبر، اطاعت گویم جناب حاضره، جناب عالی که در همین باب پنجشنبه و جمعه و هفت امضا کردن، همین را اطاعت در گردن همه ما واجبه. اطاعت رسول الله است، زیرا ای قرآن حدیث بیرون نگفتن. برای چی این کار میکنیم؟ فایده ما از به خدا قسم. صدقه را کسی پیش راش نگیریم، صدقه کردن بگیر. صدقه همی شرط نیست که همی 4 کسی ما را خیرات کنی و شکم ما سیر کنی. این امروز بهترین صدقه نیروگاه برقی راغون، بهترین صدقه. به نام خدا از این صدقه خوب دیگر حاضر کم یافت می شود. یک جایی که برای بهبودی ما و شما، برای آینده ما و شما چقدر نقش کلان می‌بازد. حالا ببین این صدایی که تمام کوچه را فرا میگیرد با واسطه چی این صدا دور میرود؟ برق است. 4 روز سویتا ما نسوزد، یک دیویژا که 200-300 دلار میخرید. هر روز 2-3 لیتر بنزین صرف میکنیم. صرف کنید، خراجاتتون حساب کنید. برای روح پدرت، روح مادرت، اولاد اجدادت کوشش میکنید. این مرحمت جای سهم گذاری، جای خیر احسان. اگر خاطر خدا باشد. برای همین کسی که اگر دادرای عزیز تشکیل کننده پنجشنبگی است، یکمش گناهکار در پیش خدا است. کسی دانه و همین ها را اگر در همون جماعت ها خبر نکنه، از او آدم متهم و گناهکار نیست. اینا را رفته خبر تید درو پیش راشو نگیرند. خب سوم سوالی که کردن، حاجی در موسم حج از یکی دوگانه ها دزدی کردن، حجشان قبول هست یا نه؟ از روز یکی حاجی ها آمدن، من چند سخنه ها شنیدم از زبان برادرای حاجی. از دکان ها دزدیدن، بعضی هاش از بین یکدیگر پول هاشون دزدیدن. برای همون من او سخن حضرت سعدی را میگفتم که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند زاده خر همیشه خر باشد. شما تصور کنید که خانه کعبه
مدینه منوره روضه پیامبر را با چشم میبینی با دزدی داری. خیلی جای بی حیایی است به خدا. مثل که در مسجد ها می آیند همین نماز تمام شد و بعضی آدم ها در پای افضال دزدی ها سر میکنند. معلوم است که وای جمعه خانه نیامده است و وای چی مرادش دزدی کردن پای افضال کدام برادرش است. این حاجی ها هم برادر بعضی از حاجی ها و اگر چنده که در احرام هم باشد در صورت حاجیگی هم باشد ولی در قلب او همون است. خواهشش مثال دزدیدن است. وقتی که وای خواهشات همون قلب خدا نفس خدا وقتی اجرا میکند او یقینا که اون عبادت هایی که مثال در پیش دارد اونا در خاطری وای هم نیست وای در ذوق اجرایش وای هم نیست. برای همون 4 تنگایی که دریافت کرده است یا یگان ساعتی که از دکان دزدیده است برای همون بس است. بسم الله الرحمن الرحیم.